یه لحظه هایی تو زندگی هست که میدونی باید اون کارتو انجام بدی، ولی فقط وایسادی و نگاش میکنی. یه دیوار نامرئی بین تو و اون کار. نه اتفاقی افتاده، نه کسی هم جلوتو گرفته، فقط یه سکوت عجیبیه بینتون که نمیذاره شروعش کنی. من مدت‌ها فکر میکردم این دیوار از تنبلیه، ولی وقتی نشستم واقعا نگاش کردم دیدم پشتش یه چیز خیلی عمیق‌تر پنهانه. آدم وقتی اون کار عقب میندازه فقط زمانو از دست نمیده، یه سری احساسات ریز درشتم باهاش بالا میاد. اولش یه حس کوچیکیه برای فرار کردن از فشار، بعدش یکم اضطراب میگیری و بعد از دست خودت ناراحت میشی. کم کم چرخه‌ای درست میشه که انگار فقط توش قدم میزنی بدون اینکه به جایی برسی. کم کم فهمیدم مغزم اصلا اهل مبارزه نیست. هر جا بوی استرس و ترس و سنگینی یا حتی خستگی باشه خودشو میکشه کنار و میگه یه چیزی پیدا کن که الان فقط راحتم کنه. و این میشه همون لحظه که میری سراغ گوشی، کارای ریزتر یا حتی تمیز کردن یه میز که همیشه ازش فرار میکردی، فقط برای این که کار اصلی که میخوای انجامش بدی و عقب بندازی. ولی یه چیزی هست که کمتر کسی دربارش حرف میزنه. این رفتار برای فرار از انجام اون کار نیست، برای فرار از احساسات پشت اون کاره. وقتی یه کاری بزرگه شروع کردنش سنگینه، وقتی نتیجهش نامعلومه استرس آور میشه، و وقتی میخوای بی‌نقص کننده باشه برات فلج کننده است، خستت میکنه. و وقتی کاری خسته کننده و بی‌معنی باشه اصلا چرا باید انجامش بدی؟ یه مدت طولانی دقیق نگاه کردم ببینم چرا اصلا این اتفاق میفته و فهمیدم که 3 مدل اهمال کاری تو وجود خودم هست. یکیش اینه که میترسم، ترس محورم، ترس از اینکه شکست بخورم، ترس از قضاوت، ترس از اینکه نتونم. یه ترس خاموش که حتی خودت هم ممکنه متوجهش نباشی ولی رفتارت کاملا اونو نشون میده. اون یکی کمالگراییه، اون جایی که میخوای همه چیزو از همون لحظه اول عالی انجامش بدی. چون مطمئن نیستی که کامل میشه یا نه اصلا شروعش نمی کنی. و اون یکی هم بی‌معنی بودن کاری که نه برات مهمه، نه هیجان داره، نه حتی حس مفید بودن بهت میده، دلیلی برای انجام دادنش هم بهت نمیده. وقتی این نوع اهمال کاری ها رو شناختم تازه فهمیدم چرا انقدر توی کارام گیر میکنم. وقتی دلیل رو ببینی دیوار نامرئی هم کم کم ترک برمیداره و میشکنه. ولی یه نکته مهم هست، اهمال کاری فقط کار انجام نشده نیست، پشتش استرس جمع میشه، حس گناه جمع میشه، اعتماد به نفست کم میشه، عذاب وجدان میگیری و انگار با هر عقب انداختن یه تیکه کوچیک از انرژیت کم میشه. وقتی بالاخره یه روز نشستم و از خودم پرسیدم اگه قرار باشه فرار نکنم باید از چی شروع کنم؟ از کجا شروع کنم؟ جوابش خیلی ساده بود، از کوچکترین حرکت ممکن. 1 دقیقه، فقط 1 دقیقه، نه بیشتر. انجام دادن 1 دقیقه اون کار تأثیر خیلی عجیبی داره. یه جور انگار مغز میفهمه آها شروع شده، اون قدری هم که فکر میکردم ترسناک نبود. همین قدم کوچیک بقیه مسیر رو برات باز میکنه. حتی انگیزه میگیری که این بود اون کاری که فکر میکردم سخته، بدو بریم تا آخرش. بعد فهمیدم پاداش دادن به خودم، حتی یه پاداش خیلی کوچیک، چقدر ذهن رو دوباره برنامه ریزی میکنه. وسط کار یه فنجون قهوه، یه موزیک خوب، 1 دقیقه استراحت، مغزم کم کم یاد میگیره انجام دادنم میتونه حس خوب بهم بده، نه فقط فرار کردنش. و یه چیز خیلی ساده و طلایی هم هست، اینه که ساختار اون کار رو باید یاد بگیری. وقتی بدونی دقیقاً کی باید چی کار کنی، مغز دیگه خودش تصمیم نمیگیره، تصمیم گیری دست خودته. چون معمولا مغزه که دوست داره راحت ترین راه ها رو انتخاب کنه و پیش بره. مغز ما خیلی تنبله و باید اونو همیشه برنامه ریزی کنیم. وقتی هم برنامه‌ت ساده و روشن باشه، شروع کردن 1000 برابر برات راحت تر میشه. در نهایت یاد گرفتم که با خودم مهربون تر باشم. وقتی خودم رو به خاطر اهمال کاری تنبیه میکنم، مغزم بیشتر مقاومت میکنه. ولی وقتی دلیلش رو فهمیدم، هم قدرت پیدا کردم و هم آرامش. یه حقیقت ساده هست که زندگی منو عوض کرد. این حرکتی که انگیزه میسازه، نه برعکسش. منتظر انگیزه موندن یعنی عقب موندن. یه قدم کوچیک تنها چیزیه که واقعا لازمش داریم. اگه حس میکنی
وقتشه که این چرخه عقب انداختن رو تموم کنی و ذهن دوباره برگرده سمت مسیر درست. ویدیوهای بعدی رو ببین. اونجا قدم به قدم میریم سراغ تمرینایی که واقعا رفتار مغز رو تغییر میدن. این مسیر رو با هم میریم و الان اولین قدمش هم برداشته شد.